آقا از دید یک فروشنده موبایل میخوام بهتون بگم که چه گوشی هایی بخریم، گوشی هایی که کیفیت خوبی داشته و خرابی نداشته توی بازار. از قیمت 5.5 میتونه A05S بگیرین. A04 ارزش خرید نداره چون که الان A05 اومده تو بازار. از اون طرف میتونین 3065 128 گیگ شیائومی رو برداریم با قیمت 6 تومن که تقریبا همتراس هستن. میریم طرف قیمت های 8 تومن. یه دونم قیمت 6 تومن A24 داریم. اگه آدمی هستی که با سامسونگ جلو رفتیم و A22 داشتین، بهتره که A24 خریداری کنیم، ولی اگه A23 داشتین بهتره نیست A24 بخرین چون فرق زیادی نداشته. بریم حدود 8 تومن میتونی A15 128 گیگ بگیری یا نوت 11 SE 128 گیگ بگیری که قیمتاش تقریبا یکیه، این بهتره. بریم سراغ قیمت تقریبا 11 میلیون تومان. A34 رو ما اینجا داریم، یه دونه نوت 12 پرو داریم، یکیش 128 گیگه یکیش 256 گیگه. اگه نوت 12 پرو رو بخواید میتونید 256 گیگ تا قیمت 11 تومن رو خریداری کنید. اگه سامسونگ بخواید میتونید A34 128 گیگ رو تا قیمت 11 میلیون تومن خریداری بکنید. میریم سراغ قیمت 15 میلیون تومن. تا 15 میلیون تومن انتخاب گوشی زیاد. از نظر من پوکو X6 خوب نیست چون پردازنده ای داره مدیاتک یه پردازنده هندی به درد نخوره که بعد 1 سال کند میشه و کلا از کار میفته، جواب نمیده بهتون. پس چیکار کنیم؟ یه پوکو X5 پرو بگیریم که پردازنده اسنپ دراگون داره یا A54 رو بگیریم. میتونین A53 هم بخرین که صفحه نمایش بزرگتری داره، ولی از اون طرف A54 جدیدتره. حالا مونده به خودتون. من اینجا A54 رو با پوکو X5 پرو گذاشتم. تا این حد میتونیم بخریم. از اون بالاتر که گوشی‌های پرچمدار رو دیگه گول میشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک، سابسکرایب فراموش نشه.